از قدیم میگفتن مرده را اگر رو بدی میرینه به کفنش. حالا یه سری مرده های سیاسی، یه سری مرده هایی که اگر جمهوری اسلامی رو به کار نیامده بود اینا میبایست خجالت بکشن از اون جنایت هایی که انجام دادن، دو مرتبه آمدن به وزوز کردن و پرت و پلا گفتن که کودتای 28 مرداد کودتا نبود. شازده آمده میگه که مگه میشه کودتا از بالا به پایین بشه؟ معمولا از پایین به بالاست. شازده، بابای تو انقلاب از بالا به پایین کرد. انقلاب سفیدش از بالا به پایین بود. بابای تو حزب درست میکرد. پادشاهی که میبایست بیطرف باشه در یک کشور شده بود رئیس یه حزب تک حزبی، اونم درست کرده بود تو مملکت. خجالت بکشید. یه مش الدنگ جاسوس دو جانبه‌ای مثل نمیدونم قانعی فرد و رائفی پور و نمیدونم این امید دانای عباس فخرآور، اینا هم آمدن یه مزخرفاتی میگن که یعنی طرف تکذیب واقعیت میکنه. یعنی میاد یه چیزی رو که تمام دنیا آمدن بهش اعتراف کردن، خود آمریکایی آمده گفته آقا ما اشتباه بود این کارمون، اینا آمدن میگن اصلا نبود یه هم چیزی. نه، چرا بود؟ خجالت هم بکشید. بعد از اون کودتا رو بفرمایید چی شد. بعد از کودتا اون جریان نفتی را که مصدق با خون و دل ملی کرده بود، نشستید با آمریکایی ها و انگلیسی ها و چند تا شرکت های دیگه، خوردید و بردید، قراردادی بستید که خجالت میباید بکشید. قرارداد کنسرسیوم 25 سال بستید که فقط 20% این نفت مال ایران بود، 80% دارید بردن. زمانی که اعلیحضرت رو با کودتا اینا برگردوندن، نشستن علی امینی وزیر دارایی آقای انصاری ارزشی زاهدی عضو میخوام، ایشون نشست با شرکت های انگلیسی و به این طریق هم اموال دزدی رو بین خودشون بردن و خوردن. ایران و انگلیس 40%، شرکت های آمریکایی 40%، اون 20% بقیهش هم 14% شل، 6% هم یه شرکت فرانسوی. قراردادی به مدت 25 سال بردن که فروش، خرید، اکتشاف، تمام اینا زیر نظر این کنسسیون بود. بعدم قبل از اینکه این قرارداد تموم بشه، یعنی قرارداد حدود سال 58 تموم میشد، 10 سال 9 سال قبلش اعلیحضرت خودش رفت این قرارداد رو به مدت 20 سال باز تمدید کرد. این که میگید که چرا اعلیحضرت و شرکت های نفتی باش دشمن بودن، انداختن ندارم کنفرانس گوادالوپ، نه آقا، این بیچاره هر چی اونا میخواست انجام میداد. اون پولی هم که از اینا میگرفت اسلحه میخرید و خرت و پرتی میخرید که به درد اونا میخورد. نه، کارآمدیش از بین رفته بود. ایشون را سالها بهش آمریکایی‌ها گفتن یه گشایشی در فضای باز سیاسی در فضای سیاسی مملکت ایجاد کن. علی امینی را کندی به زور آوردش به قدرت نشون. گفت آقا بذار ایشون یه ذره فضا را باز کنه. ایشون با آقای اعلیحضرت با مغز علیلش میامد میگفت نه من خودم درست میکنم. میامد مملکت رو تک حزبی میکرد، یعنی انگار حزب کمونیسته که تک حزب باشه، انگار جامعه طبقاتی یه حزب داشت. شما اصلا مسخره، ایشون نمیدونست حزب چیه. بعد میومد از رفرم‌های انجام میداد که در کشورهای سوسیالیستی انجام میدن. انقلاب سفید اینا ببینید شما در کدوم کشوری میان تقسیم اراضی میکنن، بعد دهاتی بدبخت ولش میکنن، زمین بهش میدن. خب کودش چی؟ بذرش چی؟ وسایل کشت و زرع چی؟ هیچ دهاتی اینا نداره، ول میکنه میره. بعدم از کجا تا حالا واحدهای کوچیک درآمدزا میتونسته باشه؟ معمولا در کشورهای سرمایه‌داری واحدهای بزرگ کشاورزیه که درآمدزاست. زمین رو بدی به یه دهاتی که مرد میرسه به 4 تا بچهش، زمین 1 هکتاری تقسیم به 4 میشه. یعنی همه حرکاتی که ایشون انجام میداد یکی از یکی مسخره تر و تقلیدهای کورکورانه و میخواست جلوی انقلاب را بگیره.
آخرش هم دیگه کارآمد این شخص تموم بود. برای شرکت‌های نفتی مهم نبود خمینی میاد یا حسن حسین میاد. اینا دنبال این بودن که آقا این اعتصابات تمام شه، مجددا نفتشون رو ببرن. اینطور هم بود که بعد از انقلاب اینا از ایران شکایت کردن که ایران قرارداد اینا رو لغو کرد، تمام قرارداد. گفتن آقا ما قرارداد داشتیم که 7 سال طول کشید تا اینکه ایران تونست از زیر بار این قراردادایی که اون بسته بود بیاد بیرون. ایشون کارهایی که انجام داد باعث این شد که به انقلاب شد مملکت. روشن فکری نبود که در انقلاب شریک باشه و بخواد خمینی رو بیاره. اعمال خود ایشون بود که آخوند و پرورش میداد. ایشون از کمونیسم وحشت داشت. هر جا کمونیستا افراد روشن فکر را به نام کمونیست، بازرگان کمونیست بود، سنجابی، بختیار کمونیست بودن، این هر کی که میفهمید سرکوب میکرد. برای همینم قتل رجال شد که هیچکی نبود زمانی که خمینی آمد. این وقتی که آمد ما که ملت بدبخت نه فرماندهی داشتیم، نه فکر بازی داشتیم، نه مطالعه‌ای داشتیم. فکر کردیم اینم یه آدمیه که از اولم که می آمد میگو مردم ماهیتش نمیشناختن، می آمد راجع به آزادی و برابری و اینا صحبت میکرد. گول این مرتیکه رو خوردیم ما. انقلاب ما که آرزوی بزرگ ما بود تبدیل شد به یه واقعا یه چیز هولاکی که اصلا فکرش اگه اون موقع ما میکردیم وحشت داشتیم که یه همچین سیستمی بیاد رو کار، یه مش رجاله و یه مش عمله بیاد رو کار. داستان انقلاب ما داستان اون زاهدیه که 40 سال عبادت کرد، بعد خداوند آمد بهش گفتش که تو بیا یه خواسته ای از من داشته باش، من هر خواسته 3 خواستگو از من داشته باش، من هر 3 خواسته تا برآورده میکنم. ایشون دید که با خانمش 40 سالی در با هم زندگی میکنن، گفتش که خدایا یکی از این خواسته ها میتونم به خانمم بدم؟ گفتن بده. وقت با زنش مشورت کرد. زنش گفتش که من علاقمندی به چیزی ندارم، فقط این دول تو یه ذره گنده تر شه. وقت آمد گفت خدایا یکی از خواسته های ما اینه که این دول ما گنده تر شه. یک دفعه دول این شد قد درخت. زن آمد تو سرش زد که آقا این چیه به درد من داره. گفت کوچیک شه. کوچیک شد تبدیل به هیچ شد. یه دفعه باز زنه تو سر خودش زد خدایا این که به درد نمیخواد. گفت خدایا معمولیش کن. 2 هفته برگشت به جای اولش. بعد بیچاره زاهد گفت ببین اون خواسته هایی را که ما میتونستیم دنیا را باش عوض کنیم تبدیل شد به چی؟ به دست این زن افتاد. به چی تبدیل شد؟ حالا ما هم انقلابی کردیم که میتونستیم دنیا را باش عوض کنیم. نفتمون دست خودمون میافتاد، این درآمدهای مس و گاز و همه دستمون. ببین چه بهشتی اون مملکت میشد. هیچی. آخونده آمد که اصلا ما نمیشناختیمش، نه اصلا به ما توجه داره. کربلا و نجف آباد میکنه و دزدی میکنه و پلاستیکی. این هم شد زندگی فعلی ما که روز از روز بدتر. 7 میلیون زدیم بیرون از مملکت. تو مملکت هم که جهنمی درست کرده یه آخوند پلشتی به نام خامنه‌ای الان نشسته 30 و خورده سال. بلند بشو هم نیست، بکن هم نیست. بعد ما هم نشستیم اینجا آواره دنیا. و السلام. AvayaBooth.com